سرخط خبرها. انتقاد تند جی دی ونس از حامیان جنگ افغانستان. او گفت که حامیان جنگ در افغانستان مخالفان مذاکره با ایرانند. افرادی که از دولت به خاطر مذاکره انتقاد میکنند متوجه میشوم این است که همان افراد کسانی هستند که ما را تشویق میکردند کمی بیشتر پیش برویم و در جاهای مثل افغانستان چند بم دیگر هم پرتاب کنیم. دیدار سراج الدین حقانی با سفیر قطر در افغانستان. وزیر داخل از نقش قطر در تسهیل تعامل افغانستان با جامعه جهانی قدردانی کرد. هغه وخت به افغانستان د دغه غمیزو بدبختۍ څخه وژغورل شي چې د نړۍ ټول هیوادونو نظر یو وي او افغانستان په رسمیت وپیژني. و پایان مذاکرات تهران و واشنگتن در قطر. رئیسان جمهور ایران و آمریکا از پیشرفت مذاکرات دوحه ابراز رضایت کردند. سلام، به میز خبر از آفاق خوش آمدید. امروز پنجشنبه 11 سرطان 1405 هجری خورشیدی که مصادف است با 2 جولای 2026 میلادی. مشروع خبرها. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا با انتقاد از مخالفان مذاکرات با ایران جنگ‌های افغانستان و عراق را نمونه از تصمیم‌های نادرست سیاسی خواند و گفت که همان افرادی که امروز با دیپلماسی مخالفت می‌کنند بیشتر از تشدید حملات نظامی در افغانستان حمایت می‌کردند. او تاکید کرد که تداوم جنگ افغانستان نتیجه گسترش بی‌برنامه مأموریت نظامی و نبود هدف روشن بود. نسترن امیری. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در سخنان با اشاره به تجربه جنگ افغانستان و عراق از منتقدان مذاکرات دولت ترامپ با ایران انتقاد کرده و آنها را به رفتار دوگانه متهم کرد. او در یک نشست با نیروهای نظامی آمریکا در ایالت ویرجینیا گفت که همان افرادی که امروز با گفتگو با ایران مخالفت میکنند در گذشته خواستار تجدید حملات نظامی در افغانستان بودند و از سیاست بمباران بیشتر حمایت میکردند. چیزی که درباره افرادی که از دولت به خاطر مذاکره انتقاد میکنند متوجه میشوم این است که همان افراد کسانی هستند که ما را تشویق میکردند کمی بیشتر پیش برویم و در جاهای مثل افغانستان چند بم دیگر هم پرتاب کنیم. اما اگر به اشتباهات گذشته برگردیم، همان افراد هرگز حاضر نشدند این سوال را مطرح کنند که اصلا چرا ما بم پرتاب میکردیم. ونس در بخش دیگر از سخنانش جنگ‌های افغانستان و عراق را نمونه‌ای از تصمیم‌های اشتباه سیاسی دانست و تاکید کرد که نیروهای نظامی وظایف خود را به درستی انجام دادند، اما در سطح رهبری سیاسی خطاهای جدی صورت گرفت. او همچنین به طولانی شدن جنگ افغانستان و نبود هدف مشخص در آن اشاره کرد و آن را نتیجه گسترش بی‌برنامه مأموریت نظامی توصیف کرد. اکنون در تلاش هستند که یک بار دیگر اشتباهاتی را که خودشان مرتکب شدند تلاش میکنند که آن اشتباهات بالای دولتمداران کنونی افغانستان بتپند و یک جنگ نیابتی را که آنها تصمیم گرفتن و پلان گرفتن توسط استخبارات پاکستان ISI و جنرالان نظامی پاکستان علیه مردم افغانستان و جغرافیای افغانستان جامع عمل بپوشانند. با این حال علت این که افغانستان در سخنرانی‌های مقامات آمریکایی بارها یادآوری می‌شود چی است و این اشاره‌های مکرر چه اهداف را دنبال می‌کند؟ که در بیانیه آقای جی دی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به ارتباط ایران و افغانستان بازتاب شده بیانگر از این است که مسئله اساسی که گویا در افغانستان دخالت کردن مسائل مربوط به القاعده و سال 2001 اونا برمیگرده، اما در حقیقت عوامل اساسی از این منافع ژئوپلیتیکی و راهبردی ایالات متحده آمریکا در منطقه و جهان است. پیش از این نیز مقام‌های آمریکایی بارها درباره حضور و جنگ در افغانستان صحبت کردند و رئیس جمهور آمریکا هم با انتقاد از نحوه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان آن را یک عقب نشینی شرم‌آور توصیف کرده که به اعتبار آمریکا در جهان آسیب زده است.
در ادامه تلاش‌های امارت اسلامی برای گسترش روابط منطقه‌ای، سراج الدین حقانی وزیر داخله در دیدار با سفیر قطر در کابل بر تقویت همکاری‌های دوجانبه، امنیتی و دیپلماتیک تاکید کرد. حقانی از نقش قطر در تسهیل تعامل افغانستان با جامعه جهانی قدردانی کرده. انوشتان در ادامه تلاش‌های امارت اسلامی برای گسترش روابط با کشورهای منطقه و تقویت تعامل با جامعه جهانی، سراج الدین حقانی وزیر امور داخله در دیدار با مردوف القاشتی سفیر قطر در کابل پیرامون توسعه روابط دوجانبه، وضعیت منطقه و راه‌های تقویت تعامل افغانستان با جامعه جهانی گفتگو کرده است. بر اساس خبرنامه وزارت امور داخله، حقانی در این دیدار از نقش قطر در تسهیل تعامل افغانستان با جامعه جهانی و همکاری‌های این کشور با کابل قدردانی کرده است. در این دیدار دو طرف همچنین درباره همکاری‌های امنیتی، مبارزه با مواد مخدر و گسترش همکاری‌های مشترک در این زمینه‌ها نیز تبادل نظر کردند. در شرایط فعلی قطر به مثابه یک پل ارتباطی میان افغانستان و جهان عمل نموده و گسترش روابط با قطر میتواند در کاهش انزوای سیاسی، جذب بیشتر کمک‌های بشردوستانه و عملاً فعال شدن کانال‌های دیپلماسی و تعامل با امارت اسلامی افغانستان کمک بیشتر نماید. با توجه به تاکید سراج الدین حقانی بر نقش مثبت قطر در تعامل افغانستان با جامعه جهانی، آیا دوحه میتواند از ظرفیت دیپلماتیک خود برای نزدیک کردن دیدگاه‌های کابل و اسلام آباد و کاهش تنش‌ها میان دو طرف بهره گیرد یا خیر؟ هغه وخت به افغانستان د دغه غمیزو بدبختۍ څخه وژغورل شي چې د نړۍ ټول هیوادونو نظر یو وي او افغانستان په رسمیت وپیژني. نور د دغو ناستو ولاړو څخه د افغانستان لپاره هیڅ تمه توقع باید ونه کړي، ولی دا خپل هغه سیاسي لوبې دي چې به باور برخی دیگر از آگاهان امور، قطر با بهره‌گیری از جایگاه و ظرفیت دیپلماتیک خود میتواند در کاهش تنش‌های منطقه‌ای و تسهیل روند گفتگو میان طرف‌های درگیر نقش مهم و مؤثر ایفا کند. آنان تاکید میکنند که تجزیه موفق دوحه در روند صلح افغانستان این کشور را به یکی از بازیگران قابل اعتماد در زمینه میانجیگری بحران‌های مشابه تبدیل کرده است. قطر هغه شان کولای شي څنګه چې دغه اولنی بحث کې اولنی مرحله کې دوی د امریکایانو او د طالبانو په منځ کې د جنگ جګړې د پای ته رسیدو لپاره هلې ځلې وکړلې او هغوی ته د وتلو یوه لاره جوړه کړله. کولی شي اوس پس د دې هم خپل رول ولوبوي، هم په سیمه کې، هم په نړیواله کچه باندې. این در حال است که امارت اسلامی تلاش دارد با گسترش روابط دیپلماتیک و افزایش تعامل با کشورهای منطقه و جهان زمینه ادغام تدریجی در نظام بین المللی را فراهم سازد. در کنار این روند، بحث بر رسمیت شناسی بین المللی نیز به عنوان یکی از محورهای مهم سیاست خارجی مطرح بوده و بر ادامه گفتگوها و تقویت همکاری‌های سیاسی و اقتصادی با جامعه جهانی تاکید می شود. و در خارج از کشور، همزمان با پایان دوره نخست مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در قطر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ابراز رضایت از روند مذاکرات گفت که گفتگوها با ایران به خوبی به پیش رفته است. رئیس جمهور ایران هم تاکید کرده که این گفتگوها با موافقت رهبر جمهوری اسلامی و حمایت شورای عالی امنیت ملی انجام شده است. عبدالله بصیر. دور تازه گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در دوحه پایتخت قطر پایان یافت. گفتگوهایی که به گفته مقام‌های قطری بدون توافق نهایی اما با تصمیم برای ادامه رایزنی‌ها بر سر موضوعات باقی مانده به پایان رسیده. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرده که هیئت‌های ایرانی و آمریکایی پس از پایان این دور از مذاکرات بر ادامه گفتگوها توافق کردند. در همین حال کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران از ایجاد سازوکاری برای پیگیری اجرای تفاهم‌های به دست آمده خبر داد. تصمیم گرفته شد کانال ارتباط فوری گروه نظارت تا فردا تشکیل و نقصه‌های یادداشت تفاهم به صورت رسمی و مستند اطلاع رسانی شده و در مورد آنها بحث و بررسی و تصمیم گیری شود. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز با ابراز رضایت از روند مذاکرات گفت که گفتگوها با ایران به خوبی پیش رفته است. روند زدودن برنامه صلح هسته‌ای ایران به خوبی پیش می رود. آنها جلسات بسیار خوبی داشتند. ما آنها را خیلی سخت تحت فشار قرار داده ایم، اما خیلی خوب با هم کنار می آییم. در تهران نیز همزمان با ادامه انتقادهای داخلی از روند مذاکرات، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران تاکید کرد که این گفتگوها با موافقت رهبر جمهوری اسلامی و حمایت شورای عالی امنیت ملی انجام شده.
در جریان تصمیم گیری برای مذاکرات رهبری اعلیقدر فرمودند که اگر 3 یا 4 عضو شورای عالی امنیت ملی رأی مثبت دادند همین روند را در پیش بگیرید که در جلسه‌ای که برگزار شد از 13 نفر 12 نفر صرفاً رأی مثبت ندادند بلکه بحث و تبادل نظر کردند و قاطعانه حمایت کردند. اما امروز عده دولت را متهم می‌کنند که شما از نظر رهبری اطاعت نکرده اید، در حالی که قطعاً اگر ایشان دستور می‌دادند جلسه و مذاکره صورت نگیرد نه جلسه میگذاشتیم و نه مذاکره صورت میگرفت. محمد باقر قالباف رئیس مجلس ایران نیز در دفاع از عملکرد هیئت مذاکره کننده گفت که در جریان سفر به سوئیس روند نهایی سازی مجوز آزادسازی 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را پیگیری کرده و از منتقدان داخلی خواست از تخریب روند دیپلماسی خودداری کنند. شما که نه در دیپلماسی کمک میکنید نه در جنگ، دیگر اذیت نکنید و حرفهای ترامپ را هم قرقره نکنید. خوب نیست. اجازه دهید مردم آرامش داشته باشند و به جمهوری اسلامی افتخار کنند. با پایان این دور از مذاکرات دو طرف بر ادامه رایزنی‌ها و تعیین زمان نشست بعدی توافق کردند. موضوعی که نشان می‌دهد با وجود اختلاف‌ها و فشارهای سیاسی، کانال گفتگو میان تهران و واشنگتن همچنان باز مانده و تلاش‌ها برای اجرای تفاهم‌های به دست آمده ادامه دارد. رسیدیم به آخرین بسته خبری از میز خبر آفاق. وقت بر شما خوش.